شب بمونی پیشم. خب چی میشه یه شب پیش من بمونی؟ زنگ بزن به داداشت بگو پیش یکی از دوستای دخترم. ولی اعصابم خوب دارم ناراحت میشم. مگه چی گفتم به؟ خیلی بیشوریا. قول میدم بهت خوش میگذره کنار من. خوب شو. مستی چیزی مصرف کردی؟ ای خودت واقعا داری این حرفا رو میزنی؟ دارم میگیرم هی به شوخی و خنده و مسخره بازی ها. چی میشه خب؟ ای گم شو. من میگم این یه تیکش رو کاش عوض کنیم. ببین یه دیالوگ بهتری به ذهنت نمیرسه. من حالا یه ذره فکر میکنم. من میگم از کافه که اومدی بیرون، من اومدم بیرون، خب اون دختره بازیگر دیگه دنبال اون راه بیفته، بعد اون جمله رو اونجا بگه. خب دیگه منم همینو میگم، ولی میگم بذار من چیزش من میکنم، از هندلش میکنم. من اونجا داخل صدات میکنم، شادی صدا میکنم، دارم با تلفن حرف میزنم. اون اتفاقا میفته تو کافه و تو میای از کافه بیرون، اینجا پیش من وای میسی، یه 2 قدم راه میری آبجوش محبت بیارم. پس این تکمیل شد، این اوکی، این قبلی هم اوکی شد. 3 تا شب یکی هم تو بنویس اگه به ذهنت رسید چیزی، منم اگه چیزی به ذهنم رسید بعد میفرستم دیگه. من برم، دیرم شد. یه لحظه بایسته. ای بابا آبجوش هم تمام برش. تو نمیخوری؟ چایی چیزی؟ کجا بری حالا عجله داری؟ نه برم، دیرم شد. خب بمون. نه دیگه برم، فردا صبح دوباره بخوام شب خوب داشتم بیام. میگم بمون. چی میشه بمونی؟ شوخی داریم هایی؟ کجا بمونم؟ دیگه سر 1-2 ساعت موندن چه فرقی میکنه؟ نه یعنی منظورم که شب بمونی پیشم. شب پیشم بمون. یعنی چی؟ یعنی شب من تا حالا شب موندم که بخوام بمونم الان؟ خب نه همین دارم میگم، 1 سال نموندی الان بمون. چی میشه؟ بچه بازی بده یعنی؟ شوخی میکنی؟ نه به خدا. حرف چی میگی؟ وایس دارم حرف میزنم. خب اینجا حرف آخه منطقی خب بشین از جون من بشین. بشینم که چی؟ حرف منطقی نمیزنی. یزی بشین. خب بشین یه لحظه. اوها خب بیا اینجا نشستم بگو. خب چی میشه یه شب پیش من بمونی؟ شوخی نکن با مسخره. یه شب بمونی چی؟ بابا قول میدم خوش میگذره. بیادم من برم. الان قاطی میکنه. نه دیگه بمون. خب چی میشه یه شب بمونی؟ الان منو تو اتاق زندانی کردی که شب بمونم، چی میگی؟ خب بمون خوش میگذره. نمیخوام خوش میگذره، در وا کن، خجالت بکش. یعنی چه خجالت بکش؟ این حرفا چی به زبون میاری؟ خب مگه چی گفتم به؟ خیلی بیشوری ها. خیلی بیشوری واقعا. در قفل میکنی رو من؟ نه خب میگم بمون. نه در باز بذار. خب باشه کی بار بردم در رو ببندی من میتونم تو. باشه برو بردار. مگه چی گفتم بهت؟ قول میدم بهت خوش میگذره کنار من. خوب شو. میدونم خوش میگذره ولی روز خوش میگذره. یه لحظه وایسا. وایسا. چرا اینجوری رفتم؟ یه لحظه وایسا. مستی چیزی مصرف کردی؟ نه بو میده؟ خب نه جدی دارم صحبت میکنم. بیا برو اون شوخی نکن. خب شب پیشم بمون دیگه. خب چی یه شب پیشم بمون. خجالت بکش. میگم یه شب پیشم بمون. خودت واقعا داری این حرفا رو میزنی؟ دارم میگیرم هی به شوخی و خنده و مسخره بازی ها. خب چی میشه بمونی؟ یعنی چی میشه بمونی؟ بیا برو اون میخوام برم. نه لباسم چیز شد. بیا برو اون. نمیذارم. سبا اذیت نکن. ببین دارم ناراحت میشم. اون درم قفل آخه. دارم ناراحت میشم. میگم اون درم قفل. امیرحسین هم نیست. دوتای تنهاییم. امشب گفتم من تنهام تو بمون. خیلی بیشوری گفت شما. میگم در قفله کجا جایی نمیتونی بری. این درو برای چی قفل کرد؟ اینقدر جیغ میزنن همسایه‌هاتون میان. نه جیغ نزن زشته. خب الان یعنی چی؟ درو برای چی قفل کرد؟ کلیدتو بده. یه شب پیشم بمون دیگه. کلیدو بده. نمیدم. یعنی
یه شب بمون خجالت بکش. بابا یه شب میخوای بمون خوش میگذره. خجالت بکش کلیدو بده من برم واقعا. یعنی من ازت میخوام یه شب پیش من چی؟ خیلی بیشوری. میزنی هر چی تو خونتون دارید میشکونم. ببخشید. خب یه شب پیشم بمون. من اصلا اینجا میخوام تو اتاق من بخوام. مگه مریضی اصلا برای چی باید من دوست دارم چیز باشه پیش من بمونی شب. که چی بشه؟ زنگ بزن به داداشت مامانت بگو مثلا بیرونم. خجالت بکش. من دروغ نمیتونم بگم. زنگ بزن به داداشت بگو پیش یک از دوستای دخترم. ولی اعصابم خوب بود. دارم ناراحت میشم. میگم کلیدو بده میخوام برم. زنگ میزنم 110 ها. 110 چه دیوونه یک سال هم دیگه میشستیم. خب پس چرا داری کار میکنی؟ چیکار میکنم؟ ازت خواستم یه شب پیش من بمون. نمیتونم. خجالت بکش. نه من همچین آدمیم نه تو همچین آدمی. الان چرا اینجوری میکنی؟ میگم کسی که اینجا نیست صدامو نمیشنوه. خیلی بیشوری برو کنار. داره ازت بدم میاد واقعا به خاطر اینکه یه شب گفتم بشم بمونی بعد میاد. آره ازت داره بدم میاد. کلیدو بده میخوام برم. سفن تا اذیتم نکن. نمیذارم بری. یعنی چی؟ زنگ بزن بگو با یک از دوستای برو اونور بشین الان. برو با دوستای دخترم. برو اونور بشین. امشب بیرونم. برای چی باید دروغ بگم؟ برو اونور بشین. نه یا جلوتر میذارم تو دهنت. چی میشه خب؟ گم شو. چه اینجوری؟ بچه بازی در نرسه. من تا کلیدو بده میخوام برم. نمیذارم بری. کلیدو میگم بده میخوام برم. امیرم که امشب نمیاد. من چیکار کنم؟ میگم امیر نمیاد من تنها پیشم بمون یک سال. خب بعد یک سال ازت یه چیزی خواستم زنگ میزنم وسیله‌ام میاد با هم میخوریم. خجالت بکش. من همچین آدمیم. برو گم شو تو خیابون. زشته. خب خجالت بکش. باورم نمیشه تو این حرفا رو داری میزنی. مگه چی گفتم چی ازت خواستم الان اینجوری میکنی؟ میشه کلیدو بدی برم؟ نه. میگم لطفا. فردا تصویر من نمیخوایم بریم. خب امشب بمون پیش من بخواب. آخه چه؟ بعد برو. داری زرزر اضافه میکنی میبینم بهت. برو گم شو اونور. کلیدو بده میخوام برم. اگر نه جیغ میکنم آبروتو میبرم. جیغ کن. میگم کلیدو بده. ها جیغ کن. چرا اینجوری داری رفتار میکنی؟ دارم ازت میترسم. بیا یازه. برو گم شو اونور. یازه بیا. در قفلم زندونی نکن. در قفلم گم شو اونور. چه داد میزنی زشته. گم شو اونور. زشته الان. میگم گم شو اونور. کلیدو بده میگم میخوام برم. میگم کلیدو بده میخوام برم. چرا میزنی؟ دیوونه شدی؟ بده گفتم کلیدو. چه گریه میکنی الان؟ بده گفتم کلیدو. داری اصلا خورد بابا الان هوام خوب نیستش. الان نیم ساعت تاریک میشه. چرا چرت و پرت میگی؟ میگم کلیدو اذیت نکن. حالا زنگ بزن مزه بیارم. به مامانم میگم. نه زنگ نزن. بده خوش. زنگ بیاد وایسا. داری اذیت میکنی. داری شوخی میکنی. نه بابا. یه زنگ میزنم چیز مزه بیارم. بابا خجالت بکش. نه من مشروب خورم نه تو. بیا برو گم شو اونور. بیا برو گم شو اونور. حرف آخرته؟ آره. باشه. بده گوشیمو. بیا برو. خیلی بیشوری. دیگه هم هیچ وقت به من حق نداری زنگ بزنی. بی جنبه ای تو. در وا کن زود باش. یه شب گفتم بمون. زود باش در وا کن. حرف اضافه نزن. یه شب گفتم حرف بمون. اضافه گفتم نزن. در باشه یه شب واسه بمون اینجوری می‌کنی. نمیخوام. در باز کن. بمون دیگه. بیا. در رو باز کن. نه نمیخوام. میگم در رو باز کن. برم دست. اسکل. اسکل دور مخفی هم میگیرم. خیلی بی‌مرزه. بی‌مرزه تو کادر نیستی. روی اونجاست. میگم وایس دست من. دقیقاً اینکه دارم اینجوری میکنم. کجا بری؟ خیلی بامزه‌ای. چیه مگه؟ چی گفتم؟ بیش وقته. این چه دور مخفی زشتی؟ اصلا نمیذاری این دور مخفی رو. واسه چی؟ عیبه. عیبه چیه؟ بله. خب مگه تو قبول کردی؟ خیلی قبول نکردی که میگی نمیخواد اینو بذاری. نه تو رو خدا بیا قبولم کنم. یه لایک به بچه نشون بده. ببین اونا دیگه گفتم تازه گفتم بده اینجاست. لایک دیسلایک نه. آفر لایک در واقع میخوام برم. دارم رو دوربین قطع کنم. بچه لایکش نکنید. چی؟ بچه لایک و کامنت و سابسکرایبش بکنید. بکنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه ها. همون چیزی که گفتش فراموش نشه.
ما واقعا همچه آدمی نیستیم. گفتم باهاش شوخی کنم بیام چیکار میکنه. دیگه شانس هم زیاد قاطی نکردی. شما من چک و لگد میشم. ادامه میدادی میشدی واقعا؟ دیگه خدا بهم رحم کنه سریعتر گفتم دور مخفیه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت سابسکرایب در باز نمیخوام بکنم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. باش بیا ما بچه‌ها خداحافظی کن بعد برو. مواظب باش. هی بچه‌ها رفت. خب بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. من اصلا همچین آدمی نیستم واقعیتش و شادی هم همچین دختری نیست. گفتم یه تستی بکنم. این دو بار گفتم. آره حس کنم این جمله 2 بار گفتم. مواظب خودتون باشین. در کن خداحافظ. من بیام بالا دوربینو بردارم.